با وجودی که همه بهش میگن وزن زیادی نداری و فقط 18 سالته، اما هر وقت که تو آینه خودش رو نگاه میکنه یه چیز متفاوت میبینه. خودش رو با اضافه وزن میبینه. بنابراین شروع میکنه به ورزش‌های سنگین، رژیم غذایی سخت میگیره، سعی میکنه کالری بدنش رو بشماره، وعده‌های غذایی کم بخوره و گاهی اوقات که یک کم بیشتر غذا میخوره دچار عذاب وجدان میشه و خودش رو سرزنش میکنه. شاید گاهی وقتام تلاش کنه غذا رو بالا بیاره تا اون کالری وارد بدنش نشه. این یک داستان نیست. یک واقعیت تلخیه که این روزا دامنگیر نوجوانان دختر شده و بسیار شایع هست. دکتر میرزایی هستم. تو این ویدیو میخوام در رابطه با اختلال بی‌اشتهایی عصبی صحبت کنم یا آنورکسیا که بسیار شایع هست. میخوایم ببینیم که چرا بین نوجوانها مخصوصا دختر بچه‌ها این روزا اینقدر شایع است نسبت به گذشته و چه کار میشه براش کرد و ببینیم اصلا اختلال چه نشونه‌هایی داره. وقتی از بی‌اشتهایی عصبی یا آنورکسیا صحبت میکنیم منظور اینه که اون نوجوان معمولاً که دخترم هست و بینشون زیاد شایع هست، با وجود اینکه اضافه وزن نداره اما تو غذا خوردن وسواس داره، با این حالی که اشتهای زیادی برای غذا داره اما اون ترجیح میده که غذای کمتری بخوره و اگر یه مقدار بیشتر بخوره از لحاظ روانی به هم میریزه، عذاب وجدان پیدا میکنه، خودش رو سرزنش میکنه و به توجه به روش‌های مختلف مثل رژیم‌های سخت سعی میکنه وزنش رو کم نگه داره و با این حالی که وزنش گاهی از استاندارد هم کمتره اما همیشه از این وضعیت و اون ظاهر خودش ناراضی هست. وقتی فرد دچار این علائم بی‌اشتهایی عصبی میشه یک سری نشونه‌های بدنی براش به وجود میاد، یعنی یک سری از عوارض جسمی و روانی دامنگیرش میشه، مثلا اینکه دچار ریزش مو میشه، ضعف میکنه، سرگیجه داره، دچار خشکی پوست میشه، ناخنش شروع به شکستن میکنه، قلبش آهسته‌تر تپش میکنه و گاهی موقع‌ها دچار قطعی قاعدگی میشه و تو موارد خیلی شدید حتی ممکنه دچار مرگ هم بشن. از لحاظ روانی اونا همیشه احساس میکنن که وزن بیش از حدی دارن و یک تصویر تعریف شده از خودشون دارن، یعنی اون تصویری که از خودشون تو آینه میبینن با این حالی که متناسبه اما همیشه ناراضی هستن و گاهی علائمی از افسردگی و اضطراب هم نشون میدن. حالا میخوایم ببینیم چرا این بی‌اشتهایی عصبی توی نوجوان‌ها مخصوصا تو دختر بچه‌ها به وجود میاد و چیکار میشه کرد. واقعیت اینه که یک ترکیبی از عوامل ژنتیکی، محیطی، فرهنگی و روانشناختی توی این قضیه تاثیر داره. ما بیشتر تمرکزمون روی عوامل فرهنگی و عوامل روانشناختی و مخصوصا عوامل روان تحلیلی است. یکی از عوامل مهمی که این روزها خیلی اثرگذاره تأثیر رسانه‌ها هست. یعنی ما در گذشته به این شدت کم بی‌اشتهایی عصبی نداشتیم یا تشخیص داده نمیشد، چون می‌بینیم که شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها یا مدیا مرتب دارن لاغر بودن رو تشویق میکنن و توی تبلیغ محصولات مختلفشون یه فردی رو نشون میدن که بسیار لاغره، اما واقعیت اینه که این نماینده واقعی اجتماعی است و فقط یک نمایشه که توی رسانه‌ها نشون داده میشه. وقتی به واقعیت نگاه میکنیم حتی اون افرادی که به عنوان تبلیغ دارن توی رسانه‌ها خودشون نشون میدن درگیر اون بی‌اشتهایی عصبی هستن. مثلا افراد مشهوری که به حساب بالرین هستن، اونها تناسب اندام بالایی دارن، مرتب تو بیمارستان بستری میشن، سوء تغذیه دارن و نوجوانا از این بعد از زندگیشون اطلاع ندارن، فقط ظاهرشون رو میبینن. بنابراین اون رسانه‌های اجتماعی این تو روزهای اخیر تونسته یک الگویی به جوونا ارائه بده و اون ناخودآگاه با اون خود واقعیشون مقایسه میکنن و میبینن با اون تصویر ایدئالی که دوست دارن برسن خیلی فاصله داره و درگیر اون کم خوردن غذا میشن و سعی میکنن کالری کمتری وارد بدنشون بشه با وجودی که نیاز دارن و درگیر این بی‌اشتهایی عصبی میشن. اگه در رابطه با عوامل روانشناختی بخوایم صحبت کنیم، واقعیت اینه که روابط پرتنش خانواده مخصوصا موقعی که کوچک بوده، روابطی که با والدینش داشته اگر ناامن بوده، اینا همه میتونه زمینه ساز بشه. اگه بخوایم یه مقداری عمیق‌تر به اون نگاه کنیم باید از دیدگاه
روان تحلیلی یا روانکاوی به دلایل به وجود اومدن بی‌اشتهای عصبی بپردازیم. روان تحلیلگران معتقدند که بدن زبان روان هست. یعنی هر وقت ما موضوعی رو برامون تنش‌زا هست، تهدید کننده هست و قابل تحمل نیست و اونو بیان نمی کنیم و در روان خودمون یا در ناخودآگاه اونو مخفی میکنیم، تبدیل به تعارض میشه. اما بدون که فرد اطلاع داشته باشه، تو موقعیت‌های مختلف بدنش میاد اونو نمایش میده و ناخودآگاه میگن بدن زبان روان هست و تو این بی‌اشتهای عصبی هم خودشو نشون میده. چون اگه بخوایم از دیدگاه روان تحلیلی نگاه کنیم، تنها وسیله ارتباط کودک با مادرش غذا هست. به وسیله غذا است که ارتباط پیدا میکنه، محبت رو میگیره و تو خانواده هایی که مادراشون کنترلگرن، سرکوبگرن، بچه ها رو مقایسه میکنن، بعد که بچه بزرگ میشه و به نوجوانی میرسه، ناخودآگاه بدنش واکنش نشون میده و اون ابزاری که احساس میکنه اونو به مادرش وابسته میکنه و قدرت رو ازش میگیره، خود بدنش هست. بنابراین بدن به عنوان زبان روان ناخودآگاه میاد از خوردن غذا امتناع میکنه، با این حالی که خیلی دوست داره غذا بخوره، تا با این کار استقلالش رو حفظ کنه، تا با این کار قدرت از دست رفتش رو برگردونه. انگار پیغامی که به حساب جسم یا روان داره از طریق جسم میده اینه که من میتونم روی بدن خودم کنترل داشته باشم. مخصوصا تو خانواده‌ای که پدر مادر بسیار کنترلگر هستن، به نوجواناشون میگن چه موقع برو، چه موقع بیا، با کی بگرد و ناخودآگاه روان از طریق بدن این استقلال رو به فرد میگه. یعنی این پیغام رو میده که این بدن متعلق به منه، میتونم غذا نخورم، احساس استقلال کنم و این قدرت رو نداشته رو دوباره برگردونم و تواناییمو نشون میدم، با این حالی که ناخودآگاه است. یکی از دلایل دیگه‌ای که توی روان تحلیلی اومدن بهش اشاره کردن، قضیه بلوغ هست. یعنی فرد نوجوان، مخصوصا دختر بچه، وقتی به بلوغ میرسه یه تغییرات بدنی میکنه، بدنش شکل زنانه پیدا میکنه، سینه‌اش بزرگتر میشه، پاهاش بزرگتر میشه و احساس میکنه داره وارد دنیای بزرگسال میشه. و چون آمادگی وارد شدن به دنیای بزرگسال نداره و پذیرش مسئولیت براش سخته، بدن ناخودآگاه سعی میکنه با نخوردن غذا خودش رو ضعیف و لاغر نشون بده و شکل بچگونه نشون بده و در واقع این پیغام از طریق روان و بدن به اطراف فرستاده میشه که من هنوز بچه هستم و نمیخوام وارد دنیای بزرگسالی بشم. و جالبه که همه این اتفاقات ناخودآگاه میفته و خود نوجوان یا فرد از علت بروزش و به وجود اومدنش اطلاع نداره و این روانکاوا هستن که رو اون متمرکز میشن. علاوه بر این که نخوردن غذا از دیدگاه روان تحلیلی هم باعث استقلال میشه، هم باعث میشه قدرت از دست رفتش رو بازگردونه، هم باعث میشه ترس از استقلال و بزرگسال شدنش از بین بره. یک کمک دیگه ای میکنه اینه که باعث میشه تو احساسات دردناکش رو بیان کنه. یعنی وقتی تو خانواده اون والدین ارتباط خوبی با نوجوانشون ندارن و اونو به زبان ساده درک نمیکنن، کم کم این درک نشدنهای مرتب باعث میشه بدن واکنش نشون بده و با نخوردن غذا یک توجهی رو جلب کنه، با این حالی که بیمارگونه است و خود نوجوان ازش خبر نداره، اما باعث میشه همه بهش توجه کنن. یعنی وقتی خیلی لاغر میشه، غذا کم میخوره، ضعیف میشه، همه متوجه میشن که یه مشکلی داره. انگار خودش وسیله‌ای برای جلب توجه هست و ناخودآگاه برای فرد کاربرد داره. از طرف دیگه خود روانکاوا معتقدن که یه بخشی از وجود فرد به نام فراخود هست. یعنی تو حدود سن 3 تا 5 سالگی پدر مادر میان نرم‌های اجتماع، باید نبایدها رو تو وجود فرد میکارند. یه قسمتی به وجود میاد به نام فراخود که ازش وجدان شکل میگیره. در واقع وجدان صدای والدینی هست که درونی شده و بعد از اینکه والدین هم حضور ندارن ممکنه تا آخر عمر با فرد بمونه. و در زمان بلوغ، مخصوصا تو دختر بچه‌ها، چون تغییرات بدنی زیادی دارن و تو خانواده در زمان کوچکی ارتباط خوبی با والدین نداشتن و فکر میکنن به اندازه کافی خوب نیستن، بنابراین دست میزنن
به نخوردن غذا. به چه طریق؟ به این طریق که هر وقت غذای زیادی میخوره اون سوپر ایگو میاد به فرد یا روان فرد یا من شلاق میزنه، اونو تحت فشار قرار میده، اونو تنبیه میکنه. گاهی موقع سوپر ایگو خیلی سختگیرتر از پدر مادر است. بنابراین این پیغام رو به فرد میده یا نوجوان که تو به اندازه کافی خوب نیستی، نباید وزن بالا بره. بنابراین اونو تحت فشار قرار میدن و باعث میشن که این عذاب وجدان رو براش به وجود بیارن. خود تنبیهی داره، خود کنترلگری و بسیار انتقاد از خود داره و نتیجهش این میشه که به خاطر کاهش اون عذاب وجدانش و اون خود تخریبی که داره غذای کمتری بخوره. بنابراین یکی از عوامل هم میتونه اون ناخودآگاهی باشه که داره نوجوان رو به حساباً از طریق وجدان تنبیه میکنه تا اونو سوق بده به سمت بی‌اشتهای عصبی. بنابراین به طور کلی اگه میخوایم بگیم دلایل روانشناختیش اینه که وقتی پدر مادر چه ارتباط خوبی با فرزندشون ندارن، مخصوصا مادر بسیار کنترل کننده هستن، سرکوبگره، یا اینکه ایدئالگرا هست، همه چیزو کامل میخواد و باید نبایدهای سختی برای کودک اعمال میکنه و در زمان نوجوانی هم به خوبی نمیتونن ارتباط برقرار کنن و اونو درک نمیکنن، به مرور به شکل بی‌اشتهای عصبی و ناخودآگاه خودش رو نشون میده و نوجوانم تا حدودی حق داره، چون وقتی که این درک نشدن بسیار تکرار بشه و این دلخوری ها و ناراحتی ها به حساب دیده نشه، بدن به عنوان زبان روان میاد ناخودآگاه این واکنش رو نشون میده تا بتونه این به عنوان یک مکانیزم دفاعی به نوجوان کمک کنه. حالا در رابطه با درمانش که این چیکار میشه کرد، اینه که یک درمان چند وجهی داره. واقعیت اینه که بی‌اشتهای عصبی هم یه طیف وسیع داره. گاهی موقع خیلی شدتش زیاده، مخصوصا تو هنرپیشه ها، کسایی که به حسابن از بدنشون توی صحنه استفاده میکنن و اینها باعث میشه اون نخوردن های زیاد اونا رو دچار سوء تغذیه شدید کنه. گاهی ممکنه تو بیمارستان بستری بشن، مداخلات پزشکی لازمه، از متخصص تغذیه کمک میگیرن. اما تو افرادی که بی‌اشتهای عصبی به صورت کمتر است، در روان درمانی میتونه کمک کنه، مثل CBT یا کاگنیتیو بیهیویر تراپی یا شناخت درمانگری که میتونه افکار تحریف شده نسبت به خودش رو زیر سوال ببره، به اون کمک کنه. روان تحلیلی میتونه تاثیر عمیق‌تری بذاره، به اون تعارضات ناهوشیار بپردازه. اون میل به نخوردن غذا برخلاف اون علاقه‌ای که به خوردن غذا داره، ارتباطی که با والدینش داشته و اون خاطرات آسیبزای کودکی، اینها میتونه خیلی کمک کنه تا اون ریشه های اصلی این اختلال پیدا بشه و وقتی اون تعارض از بین رفت، ناخودآگاه علائم این اختلال یا بی‌اشتهای عصبی هم از بین میره که یک درمان عمیق‌تری هست. فقط در آخر ویدیو میخوام بگم که با وجودی که بی‌اشتهای عصبی تو اجتماعات امروزی و از جمله اجتماع ما مخصوصا بین نوجوانان دختر خیلی شایع هست، اما نباید زیادم نگران باشید تا جایی که کارکرد اجتماعی فرد رو به هم نمیزنه و دچار سوء تغذیه نیست و مشکلات جسمی از لحاظ روانی و جسمی براش پیش نمیاره، که بعد از گذشت زمانی میتونه خودش رو تطبیق بده و بعد از گذشتن از اون بحران نوجوانی این مشکل حل میشه. اما اگر شدت این اختلال بالا بود و باعث شد وزن نوجوان از حد استاندارد بسیار پایین‌تر باشه، دچار مشکلات جسمی و روانی باشه، لازمه که از یک متخصص کمک بگیریم تا اون حمایت‌های لازم بشه و خانواده‌ام کمک کنه تا بتونه این دوره بحرانی رو پشت سر بگذاره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگه شما هم تو خانواده یا اطرافیان تجربه در این زمینه دارید، برای ما بنویسید و سعی کنیم در جهت رشد همدیگه و آگاهی بخشی کمک کنیم. این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و درمانش مسلماً بسیار وسیع‌تره. در کل امیدوارم که قدم کوچکی در جهت رشد روان شما قرار بگیره. انشالله که سلامت و پیروز باشید.